الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. حدیث 76 در ارتباط با موضوع ازی است که اگر یک کسی مرده را غسل بده، آیا غسل سرش واجب میشه یا نه؟ کسی وفات میکنه غسلش میدی، و یا اگر سر شانای خود بالایش میکنه وضو سرش واجب میشه یا نه؟ در اینجا اگر که ظاهر حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و میگه کسی که مرده را غسل داد غسل بکنه و اگر حملش کرد وضو کنه، اما اگر این حدیث صحیح باشد بازان دیگه او حکم لازمی میشه. خب در ارتباط با درس گذشته میخوایم یک مرور کنیم. ما شما در درس گذشته چی را خواندیم؟ خلاصش میخوایم بگویم که جابر ابن سمره رضی الله عنهما خواندیم که یک مرد میگه آمد پیش پیامبر سوال کرد که آیا از گوشتای گوسفند وقتی که ما میخوریم شوروا را گوشت گوسفند وضو بکنم یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و گفت اگر دلت شد یعنی واجب نیست. گفت از گوشتای شتر چطور وضو بکنیم یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه و گفت بله. اونجا ما احکام بیان کردیم که آیا کسی گوشت شتر را بخوره وضوش میشکنه یا نه. مذهب امام احمد ابن حنبل، محدث هم اسحاق ابن راهویه، ابن منذر، ابن خزیمه و اکثریت اهل حدیث، کسایی که محدث هستند، علما مجتهدین که حدیث فهم هستند، زیاد به حدیث سر کار دارن، اینا میگن بله. یکی خواهمید حدیثی که در صحیح مسلم بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که از گوشت شتر وضو کنین. دیگه حدیثی است که پیامبر امر کرده، می فرماید که میگه پرسان شد از گوشتای شتر، گفت تودعوا منها، وضو کنین از جهت خوردن گوشتای شتر. یعنی در این باره با امام احمد ابن حنبل می فرماید که دو حدیث صحیح ثابت است و قسم اسحاق ابن راهویه. جمهور علما یعنی مالکی ها و حنبلی ها و شافعی ها و حنفی ها، این سه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، مالک، شافعی ها میگن نه نمیشکنه و دلایلش ما بیان کردیم و گفتیم که راجعی است که در اصطلاح گوشت شتر وضو واجب میشه. یا از دلایل عام استدلال کردن، گفتیم این حدیث خاص است و خاص سر عام مقدم می باشد. لا وضو مما مست النار، مثلا گفت از آنچه که آتش به او میرسه وضو نیست. این حدیث خاص شدگی است به حدیثی که در صحیح مسلم است، یعنی به دو حدیث یا امر پیامبر که وضو کنین. و یک اختلاف دیگه دایی بود که تنها در گوشتش وضو شود، یعنی کسی که گوشت شتر را میخوره، یا در دیگه اجزایش هم مثلا دلش باشه، جگرش باشه، شکمبهش باشه. دایی چطور گفتیم که راجع همی بود، اختلافات بود که در همه اجزای شتر زمانی که گوشتش از، شکمبهش از، چربوش از، دلش از، گردهش از، هر جایش که استفاده میکنه وضو واجب میشه، یعنی وضو کرده شود. در دیگه حیوانات اگر گوسفند بود، گاو بود، مرغ و اینا، در او باز مستحب است، یعنی کسی وضو کنه خوب است، یعنی واجبی نیست. و عن ابی هریره آل درس امروز ما شما گفتیم در ارتباط عزیز که اگر کسی مرده را غسل میته، غسل دادن مرده در صورت کسی نباشه واجب است که مسلمان غسل بده. یکم تا میگم ما یاد ندارم، حال یاد داشتن کدام گپی نداره. خودت چه قسم غسل میتی؟ یک مرد اگر جنوب شوه یا یک خانم اگر جنوب شوه غسل سرش واجب شوه، چه قسم خودم میشه؟ اینه میاد دیگه کدام شاخه نداره که میو در سرش تو پرتو در شانش قسم اون یک گپایی است و ما پرتو از سرش شروع کن در کل بدنش دست بزن، بدنش این طرف ملاق میتی، صابون باشه صابون میزنی، اینه میاد دیگه. غسل کدام گپ نداره. اینال غسل دادن در صورت کسی باشه و نه او خوی کارا میکنه که نباشه واجب است که غسل بده مسلمان مرده را. یک مرده مسلمان غسل داده میشه.
اینا اگر یک کسی غسل میته چطورست؟ گفتیم متا واجب است. یکی اگام تا میگه فلانی مردشوی است یا حال مردشوی کدام دکانداری شده که مردشوی بیاری، این کارا صحیح نیست، زیرا یک کسی که وفات میکنه و نزدیکترین شخصی که به او است اون غسلش بده، نزدیکترین. خب باز انشاءالله در این باره حکمش میاد که برای خانم نزدیکترین شخص شوهرش است، برای شوهر خانمش است، خانمش غسل بده. در این باره یکم مشکلات است در افغانستان ما شما، باز انشاءالله براتان میگیم که هر دویش جایز است که شوهر خانم غسل بده، خانم شوهر. موضوع بحث ما این نیست اما در جایش میایه. ما خیال قبلا بحث کردیم میاد داینده و در بخش غسل میایه باز میگیم، زیرا شوهر و خانم یک دیگر همیشه میبینن، بدنش از این که خانم شوهرش ببینه، شوهر خانمش ببینه بهتر است از این که دیگر کس ببینه. ابی هریره رضی الله عنه حدیث دیگر که پیشتر بیان کردم نقل میکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که فرمود و گفت پیامبر من غسل میتا فلیغتسل، کسی که یک مرده مسلمان غسل میته باید غسل کنه، فلیغتسل امر است. و من حمله، و کسی که حملش میکنه سر شانای خود میبره مرده را چارپاییش بالا میکنه، فلیتوضا وضو بکنه، باید یا امر است. این حدیث امام احمد نقل کرده در مسند خود و النسائی در سنن خود ده، و امام ترمذی از کتابای سته که است و حسنه، باز امام ترمذی میگه این حدیث حسن است، یعنی از جمله اقسام حدیث صحیح است. حدیث صحیح و نه صحیح لذاتی و لغیری، حسن لذاتی لغیری. و قال احمد، امام احمد میفرماد لا یصح فی هذا الباب شیء، خود امام احمد را نقل میکنه میگه دمی بابی که کسی مرده را غسل بده یا جنازه شب ببره هیچ کدام حدیث صحیح ثابت نیست، میگه صحیح ثابت. این نظر امام احمد است. خب این حدیث چطور است؟ یعنی از این فهمیده میشه که در صحتش اختلاف است. امام ترمذی میگه صحیح است، امام احمد میگه نیست. چه قسم است دیگه؟ محدثین چی میگه حالا و اکثریت یعنی تحقیقی چی گپ است در این باره؟ این حدیث در صحتش اختلاف است در بین محدثین. بعض علما میگن که اینجا خوب با پیامبر نسبت داد، نه ابو هریره میگه پیامبر گفت. ما اگه این ثابت باشه که آیا پیامبر گفته، از علما میگه که صحیح است که این موقوف است. موقوف همون حدیثی را میگه شما خواندید که صحابی او را نقل کنه، با پیامبر نرسه، نه که پیامبر گفته باشه. صحابی بگویه که غسل کنین، مثلا کسی مرده را غسل داد غسل، یعنی فتوای خود ابو هریره است. ابو هریره صحابی بود، نظر از او همی بود کسی که غسل میته و نه چیز کنه، غسل بکنه، خودش مرده را که غسل میته سر خودش غسل واجب میشه. امام بیهقی هم میگه که حدیث موقوف است، یعنی از پیامبر ثابت نیست، از صحابی از خود ابو هریره ثابت. امام بخاری هم عین گپ میزنه که از پیامبر ثابت نیست. و ابن ابی حاتم محدث است، ابو حاتم میگه انما هو موقوف عن ابی هریره. این حدیث میگه موقوف است به ابو هریره، لا یرفع سقاط، میگه سقاطی را رفع نمیکنن. رفع یعنی به پیامبری را نمیرسانن محدثینی که اعتماد سر از اونا میشه. سقا مو محدثی را میگه که معتمد است و حدیثش قبول میشه. و قال بخاری، میگه امام بخاری بعد ان ساق الاختلاف، بعد از اینکه اختلافات علما را میارد بیان میکنه علی ابی هریره فی رفع و وقفی که آیا مرفوع است، یعنی بعضی میگه مرفوع بعضی میگه موقوف. فقال میگه و هذا اشبه، با خودش فیصله میکنه که این مشابه خوبتر میست که یعنی موقوف بودنش این را پیامبر نگفته بلکه صحابی گفته. سعی کنین اگر صحابی یک حکم صادر کنه سر ما شما واجب نمیشه و حکم تا که پیامبر نگوید، زیرا الله میقول اطیعوا الله و الرسول، اطاعت از الله و رسول واجب است، نه دیگه کس اگر میگه باز ما دور میبینیم نه کسی عمل نمیکنه گناهگار نمیشه با فرمان دیگه کس تا زمانی که الله و رسولش نگوید. این امام مجتهدین خوب بسیار علمای بزرگ است، اما یا اگر فتوا بتن فتوایشان تا وقتی که دلیل یعنی الله نگفته باشه رسولش واجب نمیشه، وقتی که صحابی نشه دیگه نه. امام بیهقی محدث است، میگه بعد از اینکه ایرا مرفوعا و موقوفا روایت میکنه میگه هذا هو الصحیح موقوفا علی ابی هریره، میگه صحیح هم است که حدیث موقوف است با ابو هریره، یعنی این نظر خودش است و پیامبری را نگفته. امام احمد میگه در همین بابی که کسی
مرده را غسل بده، هیچ حدیث صحیح یعنی از پیامبر چیزی ثابت نیست صحیح. و همین قسم علی ابن المدینی که یکی از محدثین است و استاد محدثین هستی یم میفرماد می لا اثبت فی حدیث، کدام حدیث دی ثابت نیست. حدیث یعنی آنچه که پیامبر گفته باشد. و همین قسم ابن منذر می لیس فی الباب حدیث یثبت، در این باب کدام حدیثی که ثابت باشه نیست. بعض علمای را حسن گفتن مثل ابن حبان، ابن قطان، ابن حزم و الالبانی. ابن حزم هم کلان عالم از شیخ البانی هم میگنه این حدیث معروف است با پیامبر رسیدگی است. خب اختلاف علما است اینال حکم ازی چی است؟ مرده را کسی میشوید، آیا کل علما یک فتوا داده یک نظر یا نه که اختلافات است؟ هر وقتی که در حدیث اختلاف بود اون طبعا فهمیده میشه که نظر علما مختلف می باشه، نظر به دلیل است. قول اول است دو نظر و دو فتوا است که این واجب است میگه، یعنی کسی که مرده را غسل داد سر خودش واجب میشه که غسل کنه. چرا؟ به خاطر که این پیامبر گفت که من غسل میتن، نه در صحتش گفتیم بسیاری رسیام گفته بود که کسی یک مرده را غسل بده فلیغتسل، خودش غسل کنه. از همین حدیث استدلال میکنه. قول دومی است که واجب نیست اما مستحب است، یعنی کار خوب است. اگر کسی مرده را غسل داد بهتر است، اگر غسل نمیده یعنی تو نیست که غسلش بشکنه یا وضوش. این قول جمهور علما است، یعنی اکثریت مطلق علما مثل حنفی، شافعی اینا اکثرش میگن که واجب نیست. خب دلیلی از این که واجب نیست چرا میگن نیست؟ به خاطر که میگه دیگه حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و گفت که و هم حدیث صحیح است یعنی حسن است. قال ان النبي، حدیث عبدالله بن عباس است که ان النبي صلی الله علیه و سلم قال ليس عليكم في ميتكم یا في ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. عبدالله بن عباس میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نیست با بالای شما در مرده تان غسل وقتی که میشوین مرده را، یعنی غسل میتین مرده را میشوین، غسل با بالای تان نیست. این ایام حدیثه دیگه حدیث. چرا؟ زیرا ان میتکم، زیرا مرده شما مسلمانا یموت طاهرا، پاک میمره یعنی اون نجس نمیشه، ولیس بنجس یا ولیس ینجس، نجس نمیشه. بعضی میگه که بمره نجس میشه. نه فحسبکم، پس کفایت میکنه به شما ان تغسلوا ایدیکم که دستایتان باشه، به خاطر که دستایتان در بدنش در جای میخوره و اونم دستایتان باشه. خلاص ابن حجر میگه اسناد و حسن، سندش حسن. اینجام اگه او حدیث ما حسن بگیم ایام حسن، وقتی که دو حدیث آمد از این فهمیده میشه که اونجا پیامبر که گفته که فلیغتسل هدفش چی بوده؟ یعنی استحباب بوده، کار خوب است، واجب نیست. وقتی که دو حدیث بیاید و تاریخش هم معلوم نباشه و نه با جمعش میتو میشه دیگه. و دیگه حدیث عبدالله ابن عمر است. این حدیث هم صحیح است، البته از پیامبر نمیگه، از خودشان نقل میکنه. میگه قال كنا نغسل المیت، یا ما میگه غسل میدادیم مرده را. عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب بسیار محدث کلان، از پدرش که زیاد حدیث روایت کرده است. شما که حدیث بخوانیم بسیار میاد، یکی از صحابیایی که زیاد حدیث نقل میکنه و خوب حفظ داشت عبدالله ابن عمر است، یعنی فرزند عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمانا. این میگه که ما مرده را میشستیم، فمنا من یغتسل و منا من لا یغتسل، بعض ما غسل میکرد بعض ما غسل نمیکرد. چه معنی؟ یعنی اختیاری بود، واجب نبود، یک کار بهتر بعضی میکرد و بعضی نمیکرد. راو دارقطنی روایت کرده. قال الحافظ سند صحیح اما موقوف است، یعنی از پیامبر نیست، از خود عبدالله بن عمر. قال الفقهاء میگه الغاسل هو ما يقلب بباش ولوم. الغاسل کی را میگه؟ کسی که غسل میته، یک نفر او میپرته، یک تا دست میزنه، کدام از یارا ما میگیم که این مرده را غسل میته؟ یا فقها میگه غاسل کسی است یعنی غسل دهنده و شوینده می مرده، ما یقلب کسی که دورش میته، دست میزنه، و یباشر ولو مرتن، اگر که یک بار در جانش دست ده، ایشو دست میزنه اوسو دست میزنه، این بغلش دور میته، باز میماله بدنش. نه لا من یصب الماء و نحو، نو کسایی که آب میپرته یا کسی که چارگردش پرده را گرفته، ای تو نگوین که حالا گفتین که این حکم که است با وای که پرده گرفته و میپرته نیست، همین کسی که دست میزنه بدن مرده را سر از او است که غسل کنه نکنه
نتیجهش امیست که غسل دادن گفتیم چی میشه؟ مستحب است اما واجب نیست. خب آیا غسل دادن مرده ینقض الوضو ام لا، وضو را میشکنانه یا نه؟ یک سوال دیگه است. وضو چطور؟ در او حدیث خود گفت که کسی حتی جنازه را در می حدیث می سرشانه خود بار کنه و وضو کنه. نه وضو کنه، گفت وضو را میشکنانه. خب چی را یعنی غسل خود واجب نکرد، یعنی انسان نجس نمیشه. آیا وضو چطور؟ قول در اینجا اختلاف است. قول اولی است که انه ناقض من نواقض الوضو، یکی از نواقض وضو است. میگه کسی که مرده را غسل داد وضو سرش واجب میشه، یعنی وضوش میشکنه. و دلیلشان میگه واستدلوا، یا استدلال میکنن به آثار، به آثار. آثار و اثر چی را میگه؟ اما حدیث روایتی که از صحابه ثابت باشه، خب او را حتی اثر میگه. اثر حدیث ای را میگه که از پیامبر ثابت باشه، باز مطلق اگر ذکر شد حدیث. اما اگر صحابی میگیم باز حدیث موقوف میگیم، یا او را حدیث نمیگیم. بعضی که میگن حدیث موقوف میگن. آثار وارد شده از عبدالله بن عمر که وضو را میشکنن، از عبدالله بن عباس، از ابی هریره که انهم امروا، فتوای میامی بود که امر میکنن به وضو من تغسیل المیت، کسی که مرده را غسل میته وضو بکنه، امر میکنن. این یا مجتهدین محدثین امام هستند، یعنی صاحب مذهب، اگه گپ در مذهب باشه یا امام های مذهب هستند، از صحابه یعنی از تابعین کده، از این مذاهب مشهور ما و شما کده، ابو حنیفه و امام مالک یا کده پیش، یعنی وانا با پیامبر نزدیک. فتوای میامی است. ولی ما و شما میبینیم که بسیاری به این عمل نمیکنه، هیچ خبر هم نیست که صحابه چی گفتن. در اینجا یک ذره ذهنتان واز میشه. به این خاطر ما همی تو درس میتیم که شما بفهمین که اسلام گپش تنها چند تا امام یعنی 4 دانه چی گفت نیست، از این بالاست دیگه است. دیگه مفتی ها و علما مجتهدین در صحابه زیاده، بعد از تابعین است، بعد از تبع تابعین. و دیگه عادت است که غاسل لا تسلم ید و انتقى على فرج المیت. میگه دیگه یکی خو دلیل نقلی را اما آثار آوردن یا حدیث موقوفه. دیگه عادت میگه است که کسی که غسل میته دلیل عقلی است، دستش سالم نمیمانه از اینکه در امو شرمگاه مرده بخوره. شرمگاه مرده مرد است یا زن است، شرمگاهش یعنی در موضع خاصه مرده دستش میخوره، اونو طبعا میشه نجس باشه، دست ازیره نجس میکنه، باز و انا میگه وضو سرش واجب میشه. خوی یک دلیل عقلی. اگر که قوت نداره به خاطر که حالا دست انسان اگر کسی چیز نجس هم باول در دست ما پرت وضوی ما خونم میشکنه نیست، فقط مساعرم میشه، هم دستم میشه اگر باول باشه یک چیز دیگه باشه. نه قول دوم میست، نظر و فتوای دوم که انه لا ينقض الوضو، وضو را هم نمیشکنانه. قسمی که غسل واجب نمیکرد سر انسان، غسلش خراب نمیکرد، پاکیشه، وضو را میگه نمیشکن. این قول جمهور علما یعنی اکثریت است از مذاهب اربعه و اختار ابن تیمیه شیخ الاسلام تیمیه که محققین علماست، این امیر انتخاب کرده که وضو را هم نمیشکنانه. و اکثر علمای محققین امیگه په ترجیح میده که نمشکنانه. قال الموافق و صحیح انشاءالله که المحدثین میگه صحیح همی است که وضو نمشکنانه. چرا؟ لان الوجوب من الشرع، یا وجوب شریعت است، یعنی شریعت واجب کنه. ولم يرد في هذا نص، یعنی کدام حدیث صحیح ثابت نیست. ولا و فی معنی المنصوص، در معنی منصوص علیه هم نیست، یعنی مثل حدیث صحیح فبقى على الاصل، به اصل خود باقی میمانه. اصل میست که انسان تا وقتی که نجس نشه بادش نره یا دیگه در حدیث میه و وضوش نمیشکنه. و شیخ ابن عثیمین رحمه الله که از مفتیای بزرگ کشور عرب هست میگه فالراجح ان تغسیل المیت لا ينقض الوضو، غسل دادن مرده وضو را نمیشکنانه. و هو اختیار موفق و اختیار یکی از محدثین است، موفق نام داره، موفق و شیخ الاسلام موفق یک محدث است، شیخ الاسلام ابن تیمیه و جماعت من اهل العلم. و به دلیل میگه این نزدیک است. یکم تا میگه که شیخ الاسلام ابن تیمیه امام فلانی است، تو نیست. کل امام ماست، هر عالم مجتهد باشه محدث باشه مو امام ماست، ما را دوست داریم. این تو نیست که ما به یک نفر بریم پشت یک نفر. بعضی فکر میکنه که نه هر گپی که شیخ الاسلام ابن تیمیه بگوید شما قبول میکنین. این گپ نیست. ما بسیار جایی که ببینیم دلیل نداشته باشه گپشه
احترام میکنیم اما عملیش نمیکنیم. احترام کل اقوال محدثین ائمه مجتهدین کل شی احترام داریم، اما دلیلش میبینیم. به خاطر خود از ما میگن زمانی که ما دلیل نداشتیم یا دلیل ما مناقض بود، دیگه دلایل بود، شما با او عمل نکنین. اما ما ورد عن هؤلاء الصحابه، از این صحابه که آمده فانه یحمل علی الاستحباب، میگه خود صحابه را چه میگه؟ این میگه حمل به استحباب. استحباب یعنی مستحب است که وضو کنی، به خاطر که صحابه فتوا دادن، اما واجب نیست. اگه کردی خوب، نکردی نمازت میشه. مثلا کسی مرده را چی کرد؟ غسل داد، بعد رفت نماز خوانه، در نمازش کدام مشکل پیدا نمیشه. مثل که پیامبر میگه کسی غضب میشه وضو کنه، اونجا امر کرده. حالا کسی که غضب شد او خب وضوش خو نمیشکنه، اما وضو کردن بهتر است، به خاطر که غضبش خاموش شود. غضبناک شدین از خانه برای این حالت تان تغییر بتین یا برین وضو کنین، خب نشینین نموجه که وای وای تو شدم، نه حالت تان تغییر بتین. در خانه بودین، برای در دکان بودین، برای در کلام بودین، قطع کنین. سکوت کو بیخی برای اصحاب، برای برو تو یک جای دیگه برو خود خوشحال بساز. خب به خاطر که انسان غضبناک شوه خرابی میکنه، نه یا خرابی میکنه، یک تار میزنه، یک جرم، یک جنایت مرتکب میشه. هل یجب الوضوء من حمل المیت؟ خب این خو گپی ازی که ما راجع همیست که اگر یک کسی مرده را غسل میته، نه وضو سرش واجب میشد و نه غسل، اما مستحب است اگر میکنه. آیا وضو این در این حدیث آمد که پیامبر گفت کسی جنازه را حمل کنه وضو کنه، نه این چطور است؟ آیا وضو واجب میشه یا نه؟ در اینجا صحیح همیست که نه واجب نمیشه وضو. خب با حمل مرده خواهیچ کدام گپ نی. صنعانی میگه که این چرا ما میگیم نمیشه؟ به خاطر که دونمو حدیث که از پیامبر ثابت باشه اونمو مشکل داره، نه که از پیامبر ثابت نیست، گپ صحابه. امام صنعانی میگه که فلا علم قائلا یقول انه یجب الوضوء من حمل المیت ولا انت. میگه ما هیچ کسی را نمیشناسم، یکی از شارحین می بلوغ المرام صنعانی است، میگه هیچ کسی نمیشناسم که بگوید که وضو واجب میشه کسی که مرده را حمل میکنه، جنازه را بار میکنه سرشانه خود، ولا یندب، و نه مستحب، نه کسی می مستحب گفته نه دیگه. ولكن مع نعوذ الحدیث لا عذر ان العمل به، اگر دلیل حدیث ثابت باشه باز میگه عذر پیدا نمیشه که ما با او عمل نکنیم. یعنی حدیث میگه و یفسر الوضو، بعضی وقت میگه تفسیر وضو با ششتن دست میشه، مثل که پیامبر دو حدیث گفت که دستای تانانی باشین. لیکن کلام صنعانی ای خب میگه در این نظر از زیرا تفسیر وضو در کلام با ششتن دستای صحیح نیست، زیرا واجب حمل الفاظ شرعی به حقیقت شرعیت نه به حقیقت لغوی. پس صحیح است که وضو واجب نمیشه، زیرا این محتاج به دلیل داره. اگر دستش نجس شده باشه میشه، نشده باشه دستم واجب نیست. خب ما شما این حدیثه که نقل کردیم بعد از تحقیق فهمیدیم که وضو کردن واجب نیست، غسل کردن هم مستحب است.